برای اون جوانایی که بازو گنده میکنن و میرن توی محرم علم قلم دوش بکنن، برای اون سلیبریتی هایی که سخت میکشن و میزنن توی سرشون، برای بچه های فلسطین و رقیه و علی اصغر، برای اون لاتایی که گنده گوزی میکنن و خودشون رو برای مردم میدونن در حال اینکه سرکوبگر هستن. یه دختر بچه 15 ساله به جای اینکه علم قلم دوش بکنه یه ایران رو قلم دوش کرد. به جای اینکه تو بیای برای ایران و ایرانی زحمت بکشی و داد و عوار بکشی و سینه سپر بکنی، سینه سپر کرد و یه ایران رو قلم دوش کرد. بیتا شفیعی 20 روزه 25 روزه خودش و مادرش رو این ارزشی های حرامزاده دزدیدن و معلوم نیستش الان کجا هستشون، چه بلایی دارن سرش میارن. شما حرامزاده هایی که بچه های فلسطینی رو با ارزشتر از بچه های ایرانی میدونین، لالمونی گرفتین و کور شدین و کر شدین از ترس اینی که بنفیتتون کم بشه، از ترس اینی که پول حرومیتون کم بشه. حرومزاده های بی همه کس. بله، یه دختر بچه 15 ساله رو دزدیدن و معلوم نیستش دارن چه بلایی سرش میارن و برای ایران و ایرانی دنبال حق بود، دنبال عدالت بود و سمت درست تاریخ وایساده. توی حرومزاده حتی اسمش رو نبردی. واشقانی مادر جنده، هر کسی که سمت رژیم هستش مادر جنده، نمیدونم قاتل، وحشی، قوچیگر، هیلگر و دروغگو هستش میاره توی برنامهش. یا هانی کرده رو آورده از شورت صورتی داره صحبت میکنه، یک کونی رو آورده از شورت صورتی داره صحبت میکنه. کیرم دهن همه تون مادر جندا، کیرم تو دهن رهبرتون. مردم بیتا شفیعی برای من و شما رفت و گفت که پشت من وایسین، برای ایران و ایرانی بجنگین. کی میخواین بلند بشیم و این حرومزاده ها رو از مملکتمون بندازیم بیرون؟ کی میخواین پشت هم دیگه وایسین؟ مردم دیگه بیدار شین، شل کنین برسه دستشون. سال جتسون.